چطور امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم بهتون بگیم که این داستان این بیلبلک سمت چپ چیه، چطوری هست، میصرفه نمیصرفه، بخریمش نخریمش، چند بار میشه خرید، یا سیستمش چطوریه. همین. پس قبل از ویدیو حتما ویدیو لایک کن، سابسکرایب کن، یه کامنت هم بذار که عشقی. بریم سراغ ویدیو. خب ببینید این گوش که میذارین رو لول اپ پس اینجا براتون چند تا گزینه میاد: 6 10 15 20 25 و 30. اینجا داستانشون چطوریه؟ شما اینجا نوشته لول 6 بهتون 120 جم میده، 3 تا از این بلیط های آبی میده که اینجا میتونید خرجش کنید. بعدش اینجا لول 20ش 200 تا میده، لول 25ش 200 تا میده، لول 30 هم 350 تا میده که من لول 350 رو گرفتم، لول 6ش هم گرفتم. خب ببین اول میخوام بهتون بگم که آیا صرف اقتصادی داره یا نه. یک، اگه بخواید اینجا بیاین تاپ اپ کنید نوشته 100 تا جم چقدر؟ 99 سنت، یا به عبارتی همون دلار امروز چند قیمتش؟ 160,000 تومنه. خب شما بخواید 100 تا جم بزنید 160,000 تومن باید هزینه بدید. حالا واسطه و اینا بخواید از سایت خرید کنید اونو نمیدونم دیگه، اونجاش خیلی بیشتر میشه. اینجا 120 تا جم و براتون این گوشه عکسشو میذارم، خیلی کمتر براتون در میاد. اینجا چند زده؟ $0.5، یعنی چقدر؟ 50 سنت، یا به عبارتی میشه گفت همون 75-80,000 تومن. برای چی؟ 200 تا جم، لول 15ش 200 تا جم، لول 20ش 200 تا جم. هر کدوم از اینا نگران نباشه قیمتشون بالاتر نمیره. $0.5 که واقعا خیلی به صرف است. هر کدومش هم از این تیکت های آبی میده که میتونین، گفتم اونجا نشون دادم، میتونین اونجا خرجش کنید که واقعا خیلی به صرف است. این گزینه اول رو گفتم صرف اقتصادی داره یا نه، که خیلی به صرف است. نکته دوم، اگه لول اکانت شما از 10 بالاتر نباشه نمیتونین لول 15 بخرید، نمیتونین لول 20 بخرید. اگه لول اکانت شما 25 باشه نمیتونین لول پس لول 30 رو بخرید. باید حتما همه اینا بگم. من لول اکانتم الان 53 میتونم همه اینا رو بگیرم، ولی توجه داشته باشین که اگه لول اکانتتون پایینه اینا نمیتونین بخرید. اینم از لحاظ سیستمش چطوریه. بعد گزینه بعدی میون چی میشه؟ این که این نکته دردناک باید بهتون بگم، اینا هر کدومشون فقط یک بار خرید هستن و چند بار نمیتونین بخرید. مثلا تو بعضی از فروشگاه میبینید این گوشه رو براتون میذارن سمت چپ، اینجا مثلا میذارن گزینه چند تا اضافه کردن، میگی واو خیلی به صرف است. ولی نه، لول اپ فقط رو هر اکانتی یه بار میشه خرید. لول 30 رو این اکانت من فقط یه بار میتونم بخرم دیگه، یه دو بار نمیتونم بخرم. بچه‌م بگم که برای اینکه حتی یه بار بخری بازم خیلی به صرف است، چون اگه شما نگاه کنید بخواید 100 تا جم بگیرید تاپ اپ کنید چقدر میخواد؟ $1 میخواد. ولی اینجا تو لول پس لول 10ش هم حتی شما نگاه کنید 200 تا بهتون جم میده، یعنی 2 برابر اون، ولی با تقسیم بر اون کن، 2 تقسیم بر 2 کن، پولشو همونقدر بده، $0.5. و که دیگه واقعا خیلی به صرف است. خوشم لول تا لول 10 تا لول 25 یه مقدار جم میده که واقعا خوبه تو چند بار مثلا جم بزنید. این هم از داستانش بود که ببینید از لحاظ صرف اقتصادی که خیلی میصرفه. ولی اینو بهتون بگم که گول نخورید مثلا زده چند تا اضافه کنید به سبد خریدتون، فقط یک بار قابل خریده دیگه. همین تیکت های آبی هم بهتون میده که خیلی عالیه. بچه‌م بگم که نگران نباشید تو این قسمت تاپ اپ ایونت براتون میاد، جزء تاپ اپ به حساب میاد. یعنی اینجا گفته تاپ اپ کنید، مثلا فقط منظورش جم زدن خالی نیستش، لول اپ هست، من جزء تاپ اپ به حساب میاد. مثلا این قسمت بهتون میده، من نگاه کنید اینجا کلیم کردم 50 تا رو، جزء تاپ اپ هم به حساب میاد. اگه از این ایونت ها اومد میتونید موقع این لول اپ پس ها رو بگیرید و این جایزه هم که میذاره خود گارینا هم بگیرید. همین بود دیگه. مرسی تا آخر ویدیو نگاه کردی. ویدیوهای بعدی هم به زودی آپلود میشه. کل ویدیو، کل چنل در مورد ویدیوهای آموزشی و فان هستش. ممنون میشم که سابسکرایب کنید و این لایک کنید، یه کامنت هم بذار دستت در نکنه. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.